ولی نکته اینجا بود که من بیش از هر چیز دیگری در دنیا میخواستم که $60,000 درآمد داشته باشم و این باعث بروز تناقضی شده بود. چیزی را میخواستم که هرگز انتظار نداشتم محقق شود. راهبران این فرصت کاری عالی آماده بودند که موضوع مرا حل کنند. مشکل من مشخصاً دامنگیر همه بود. آنها دوره‌های آموزشی و تمرینی مهیجی را برای حل این گونه مشکلات طراحی کرده بودند. اولین مربی ما فردی بود به نام کرد راپ. در 3 و 4 آگوست سال 1977 من و دوستانم و 40 نفر دیگر که آنها را نمی‌شناختیم در هتل رامادا در شهر بیکرزفیلد گرد هم آمدیم. در آن جلسات سخنرانان یکی پس از دیگری به ایراد سخنرانی پرداختند و همگی اعلام کردند که ما واقعا می‌توانیم $60,000 در سال درآمد داشته باشیم و مانعی وجود ندارد. کرد به ما گفت که قبلا در کارخانه ما بل در اوکلاهاما کار می‌کرده و با اینکه از کار خود راضی بوده ولی نمی‌توانسته هر چرا که آرزو داشته تهیه کند. ولی بعداً به اصرار همسرش جنی از کار خود بیرون آمده و در ریسک بازاریابی شبکه‌ای به او ملحق شده است. چه فکر کنید که می‌توانید یا فکر کنید که نمی‌توانید، در هر دو صورت حق با شماست. گفته هنری فورد، مؤسس شرکت فورد موتور. کرد گفت که او هم در ابتدا مشکلی مانند ما داشته است. یعنی چیزی را می‌خواسته که باور نداشته است. باور نداشته است که می‌تواند آن را به دست بیاورد. ولی همسرش جنی باور داشته که می‌تواند هر چیزی را به دست آورد. کرد تاکید کرد که چون این باوری نداشته، بنابراین آنها تلاش و کوشش فراوانی به خرج داده و هر کاری را که فکر می‌کردند ممکن است برایشان مفید باشد انجام دادند. بالاخره کرد پس از انجام کاری که اکنون می‌خواست آن را به ما آموزش دهد، توانسته بود محدودیت‌های خودخواسته خود را از بین ببرد و به موفقیت‌های چشمگیری نائل شود. کرد و جنی در آن زمان به اقصی نقاط جهان سفر می‌کردند و مردم را یاری می‌دادند تا آنها نیز به رویاهای خود دست یافته و وقت کافی برای انجام آنها بیابند. ما به حرفهای کرد گوش دادیم. آنچه به آن گوش می‌دادیم یک سیستم بود، به قول خودش یک روش مخصوص و آزمایش شده که باعث می‌شد هر کسی به هر چیزی که می‌خواهد دست یابد. سیستم ساده‌ای که هزاران سال از بشر برای رسیدن به تعالی خود از آن استفاده می‌کند. همزمان که او مراحل این روش را شرح می‌داد، این سیستم